مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 18 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا جمعه رمضان سال تولدش 1997 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد سمت پنجکند سرزم به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخران بازاروف مطلب سال تولدش 1966 ساکن امین شهر را پخش نموده است. در نتیجه بازاروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علت های عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگاور در راه های تاجیکستان نام برده می شود. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه سینا با عریضه مرد 43 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که دوم ینور سال 2021 زن 34 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашین تمغه مرسدس برابوس را به مبلغ 58,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته 20,000 سومانیش را داده باقی مانده 38,000 سومانی را تا حال برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه رودکی با عریضه مرد 41 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 20 فوریه سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل عاقلخانه‌اش 5 سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 15,500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 51 ساله ساکن شهر پنجکند که با ماده 228 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد.